سلام به همه عزیزای دلم، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. یه پی اینجاست و خیلی خوشحالم که دوباره میبینمتون. از اینکه نشستم پشت میز ضبط، از اینکه اومدم تو استودیو خودم بعد چند ماه بچه‌ها اینو بهتون بگم، من بهمن ماه تا الان ضبط نکردم. خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. البته به جز ویدیو تبریک عید واقعا تا الان ضبط نکردم. چند ماه میشه؟ 3 ماه از این ور دوباره یکم از این ور تقریبا و 7 ماه نه ضبط نکردم و واقعا چقدر دلم براتون تنگ شده بود. چرا ضبط نکردم؟ خب برای بچه میدونن دیگه، بچهای چنل میدونن که چقدر بدبختی کشیدیم ما بدبختای دهه 80 سر همین جریان کنکور. خدا لعنتش کنه که هرچی بدبختی بود سرمون آوار کردن. یهو خوشبختانه تموم شد دیگه، چه امتحان نهاییش بود که تموم شد، چه کنکورش بود که تموم شد. خیلی ممنونم از دوستانی که توی دیسکورد بهم پیام داده بودن یا توی کامنت های یوتیوب هوامو داشتن که چه مدتی ویدیو میذاری، چرا دیگه ویدیو نداشتی. واقعا مرسی از اونایی که جویای حالم بودن، مرسی از کسایی که توی مدتی که نبودم ویدیوامو دیدن اتفاقا و باعث شدن که چنل نخوابه. و اتفاقا من فکر می‌کردم دیگه بعد یه اتفاق من اصلا فراموش شدم، ولی دیدم نه، کسایی که منو فالو کردن همیشه هوامو دارن تو هر شرایطی و این واقعا هم بهم ثابت شد، چه تو زمان کرونا چه تو زمان هر چیزی. و من واقعا دستبوس همه زحماتتونم و میدونم که این کامیونیتی همیشه با کامیونیتی دیگه فرق داشته. اونم صرفا به خاطر این بوده که خیلی هوامو داشتید تا اینجا و من همیشه ازتون ممنونم. الان خیلی‌ها شاید مثلا 1-2 سال با من اختلاف سنی داشته باشن، مثلا کوچیک‌تر باشن و بیان بگن که وای خوشباله تموم شد ما حس و حالتو خریدیم. ولی بچه‌ها من زمانی که داشتم برای کنکورم میخوندم یه سری ذهنیت‌ها داشتم که بابا دیگه کنکور تموم شه دیگه، آقا دیگه صبح تا شب بازی آنلاین با بچه‌ها فلان بترکون فلان بزن بکش. ولی الان که تقریبا یه روز از کنکورم گذشته، هر جوری که فکر میکنم حس کنم یه خلایی تو زندگیمه و همه هم اینجوریان. یعنی اولش که شما مثلا میرید کنکور بدید یا یه مدت زیادی میافتید توی یه آزمونی، یه سختی بزرگی، همیشه به فکر اینید که دیگه به محض اینکه از سر جلسه بیام بیرون یا به محض اینکه این مشکل تموم شه دیگه تمومه دیگه، من و این همه خوشبختی محاله. ولی به محض اینکه اتفاقا از سر جلسه میایید بیرون، اصلا زندگیتون خیلی فرق میکنه با اون آدمی که 10 دقیقه پیش بود. خیلی فرق میکنه بچه‌ها. من خودم الان خیلی که عقب ویدیو دیدم میدونم اصلا منی که الان دارم حرف میزنم اون آدم همیشگی نیستم. ولی واقعا در هر صورت نظام آموزشی ایران یکی از فاسدترین نظام آموزشیه که من تا حالا دیدم و قبلش فکر میکردم شاید بقیه‌ان که اینجوری میگن، ولی نه، بعدش که وارد دیدم نه، همونیه که بقیه اونجوری میگن. ولی در کل بچه‌ها هیچ چیزی ارزش اینو نداره که به بدن خودتون آسیب بزنید، به روح و روان خودتون آسیب بزنید. اینو میدونم 1000 نفر تو روز بهتون میگن، منتها من کسی هم که توی جریان بوده. این که خیلی بخواید خودتون رو به فنا بدید سر که یه چیزی رو به دست بیارید، اونم مخصوصا روح و روانتون رو بخواید بذارید وسط، اون واقعا ارزشی نداره. چرا؟ چون بالاخره اون چیزی که میخواید میرسید، یا زودتر یا دیرتر. منتها یه سری ویژگی‌هایی دیگه ندارید که قبلا داشتید. مثلا من خودم خیلی سر جریان کنکور موام ریخت، خیلی شاید ضربه و مزخرف روحی روانی بهم خورد، ولی در کل بچه‌ها دوران سختیه. اصلا چرا بخوام کنکور در موردش حرف بزنم؟ در مورد خیلی از چیزایی که تو دور و برمون اتفاق میفته. ولی در کل مرسی از اینکه این همه حمایتم کردید. من روز و شبمو با یوتیوب پیوند زده بودم، روز و شبمو با بازی و با شما پیوند زده بودم و واقعا این که بخوام کل یه اتفاقا رو قطع کنم و یهو زندگیم تک بودیشه خیلی ضربه میزد بهم. گرچه بالاخره آدم سری عادت‌ها داره تو زندگیش، ولی این که این عادت‌ها رو آدم به صورت 0 تا 100 بذاره کنار خیلی سخته، چون جورایی امید به زندگی هر طرفی. ولی دیگه مهم نیست، هر چی بود تموم شد و الان واقعا ریشوی قیچی اصلا نداره. الان واقعا دیگه چجوری تو بگم، الان واقعا نمیدونم چجوری تو بگم، ولی هیچ برنامه‌ای واقعا ندارم. نمیدونم چه قولایی قبلا به تو دادم که قرار بوده عملیش کنم. واقعا الان این سریو دیگه واقعا نمیدونم. یعنی هر سری که ویدیو میذاشتم کلی برنامه داشتم، الان نمیدونم چه برنامه‌ای دارم و حوصله‌ام ندارم برم ویدیومو ببینم، چون میدونم این
یه سری حرفایی من زدم در زوبیلیم بعضی از ویدیوهایی که خودم هم نمیدونم حالا کجاه، ولی بچه‌ها حالا واقعا نمیدونم چنل رو چجوری دوست دارید ببرم جلو. با توجه به اینکه من همیشه تابع جمع بودم، همیشه هم به نظراتتون احترام میذاشتم، دوست دارم که این سری هر چی شما بگید اگه واقعا در توان من هست و در توان سیستم زغالیم هست براتون انجام بدم و اون چیزی که میخواید براتون اجرا کنم هر جور که شده. اون تا الان سری چیا من چک کردم ویدیو رو، فهمیدم که قسمت آخر واکترو الان قراره ضبطش کنم، یعنی چند روزی بگذره خود حالم بیاد سر جاش. قسمت آخر 100% واکترو جی تی آی وی قرار ضبطش کنم و دیگه پرونده آی وی واقعا بسته میشه و بعدش البته چند تا ویدیو مونده تا قسمت آخر، تا ضبط قسمت آخر مونده. آی وی فکر کنم 2-3 قسمت ازش بگذره دیگه تمومه بچه‌ها. البته من چون 2 تا پایان بازی رو قراره براتون برم، سر همینه که یه خورده طول میکشه، ولی بعدش دیگه میمونه جی تی ای دبل آف تونی، همین دی ال سیش که اونم بهتون گفتم دیگه، اونم ان شاء الله با هم دیگه میریمش. چند قسمتی ازش مونده، منتها خود دیگه نمیشه به دیده یه جی تی ای کلی نگاش کرد، خیلی کمتر از جی تی ای بزرگی، مثلا 10 برابر آی واقعا دیگه چوسی بیشتر نیست، ولی بازی جذابیه. اونم براتون میرم و تهش دیگه داستان کل این اتفاقاتی که افتاد جمع میشه و دیگه ان شاء الله بریم ببینم چی میشه. دوست داشتم این مدتی از جی تی ای فاصله بگیرم، منتها خودم فاصله گرفتم بیشتر از جی تی ای، چون قرار بود قشنگ بهمن که من داشتم فکر می‌کردم گفتم آره یه استراحتی بدیم بالاخره دیگه جی تی ای ضبط نکنیم، ولی الان 7 ماه از اون اتفاق گذشته و هر چی گفتم یادم رفته. چاره‌ای هم ندارم بچه‌ها جز جی تی ای بخوام چیزی ضبط کنم، اینقدر تو جی تی ای حرف برای گفتن دارم که نتونم دست بزنم به بازی دیگه. ولی خلاصه که مرسی از اینکه تا الان همراهم بودید، واقعا دمتون گرم و مرسی که دلگرمی بود تو خیلی از شرایط. من اون موقع وسط هرچی درس و کنکور و بدبختی بود چنل رو شروع کردم و اون موقع اصلا فکر نمی‌کردم بخواد چنل بره بالا. بودم بابا بقیه حداقل کاری ندارن نشستن پشت یوتیوب، بقیه حداقل سیستم دارن نشستن پشت یوتیوب، تو مثلا چیکاره ای الان اصلا می‌خوای چیکار کنی؟ هم کنکورت، هم درست مونده، هم بالاخره چیزای مختلف سر راهته، ولی تو چجور می‌خوای چنل رو ببری جلو؟ ولی خب بالاخره خدا کمکم کرد، شما هم کمکم کردید و تونستم اون چیزی که بخوام اجرا کنم و من واقعا همیشه ازتون تشکر میکنم بابت اینکه تک به تک لحظات همراهم بودید. اگه واقعا اتفاقی برام افتاده همیشه پشتم بودید و واقعا ازتون ممنونم. واقعا نمیدونم چجور به تو بگم و من واقعا اصلا انقدر دوران بدی رو گذروندم توی مدت که اصلا جا صحبت نداره. خودم دوست ندارم بهش فکر کنم، اصلا به هیچ وجه دوست ندارم بهش فکر کنم، ولی خب چیزی که دیگه ذهن آدمی که آدمو بعضی وقتا میبره توی خاطرات گنگی که قدیم بوده و بدونید که واقعا باید تو هر لحظه از زندگی لذت برد، نباید زندگی رو تک‌بعدی کرد. اینو من میدونم همه بهتون میگم، منتها من کسی هم که دیگه توی وسط بودم دیگه، نه مشاور انگیزشی هم نه هیچی، فقط قصدم اینه که یه خورده بخوام به کسایی که حرفامو گوش میدن حداقل امید بدم. ولی واقعا بچه‌ها زندگی تک‌بعدی هیچ معنی نداره. حالا یکی تو ذهنش مثلا سوالی هست که مثلا میگه خب زندگی تک‌بعدی مگه چیه؟ بچه‌ها زندگی تک‌بعدی یعنی اینکه همه چیز برای یه نفر، نه یه نفر برای همه برای یه نفر. یعنی چی؟ یعنی به فرض شما بخواید کل فعالیتاتون رو کنسل کنید تا مثلا بخواید برسید به مثلا یوتیوبتون یا مثلا برسید به کارتون یا برسید به درستون، بعد اینکه همه رو با هم کنسل کنید تا برسید به اون. البته بعضی شرایط هم فرق میکنه، مثلا به فرض هم میگم مثلا زمانی که امتحان نهایی دارید یا چیزی قطعا نمیشه که بقیه فعالیتاتون رو اضافه کنید، ولی نذارید مدت زندگی اینجوری بهتون غالب شه. و من درسی گرفتم توی مدت اینه که بچه‌ها چالش تو زندگی خوبه، چون همین چالش‌ها آدمو مثلا باعث میشه پیشرفت کنن، ولی این پیشرفت، این چالش‌ها هم باید تنوع داشته باشه، هم باید توی بازه زمانی خاصی باشه. اگه این چالشه تغییر نکنه و در کل استخوان بندیش همون شکلی باشه و بعضی وقتا حتی سخت‌تر هم بشه و حتی طولانی مدت هم بشه، این واقعا دیگه هیچ دستاوردی در آدم نداره. این رسما آدم داره خودشو یه چایی میاره بیرون که بقیه انداختن توش. ولی بهتون میگم واقعا اصلا خیلی نظام ایران و در کل دارم بهتون میگم
سعی کنید تک به تک لحظاتتون لذت ببرید، تلاش کنید برای هر چیزی که میخواید و به هیچ وجه خودتون رو تک‌بودی نکنید. بدنتون رو مخصوصا بدنتون رو در مورد خیلی چیزا مصرف نکنید که مثلا بخواید به فرض برای رفتن به مدرسه، برای رفتن به دانشگاه خوب بخواید ضربه بزنید به بدن خودتون، چون اینا واقعا جبران ناپذیر خیلیش. یعنی تو عمل آدم میگه بابا آخه من مثلا آخه من میخوام مثلا اینجوری بشم، ولی نه، واقعا میبینید همون جمله‌ای که میگه آدم برعکس میشه. یعنی من خودم هم زمانی که داشتم برای کنکور میخوندم، البته قبلش یه دفعه میگفتن بابا مثلا موامون ریخته و فلان شده و اینا، باش خودم آخه من بخوام اینجوری شم، ولی دیدم نه، واقعا همش اومد جلوی چشم. و آقا خلاص از این که هوا خودتون رو خیلی داشته باشید تو این روزا و ایشالله هم من خود جونی بگیرم بعد این حرفام، یعنی و ایشالله هم که من یه جونی بگیرم، یه انرژی بگیرم، بالاخره یه خوده از دست این زندگی کثیف راحت تر شم. ایشالله چنل رو ادامه میدیم دیگه، واقعا با ویدیو متنوع تر دیگه. واقعا دوست دارم ویدیو متنوع براتون بذارم تا اونجایی که این سیستم بکشه. ایشالله امسال دیگه سیستم رو عوض میکنم و دیگه میزنیم تو کار بازی جدید دیگه همین بازی ها قدیمی دیگه دست میکشیم و ازش فعلا میکشیم بیرون تا ایشالله بریم سراغ بازی جدید و برنامه جدید و هر چی که هست. ضمن اینکه دوست دارم با شما ویدیو بگیرم توی پایان تابستون، تو اواسط تابستون دوست دارم با شما ویدیو بگیرم، حتما هم دوست دارم بگیرم، چون این ایده از پارسال می‌خواست اجرا بشه اون تا دیگه نشد دیگه، چون خیلی انداختمش پشت گوش. قراره ان شاءالله با بچه‌ها یا بریم جی تی آنلاین یا بریم ماینکرافت آنلاین. و این ماینکرافت آنلاین منظورم نیست که بخوام سری جدیدی بزنم، مثلا بخوام بریم بد وارز جایی، اسکای وارز جایی، بعدش با بچه‌ها هماهنگ کنیم که مثلا بیان توی سری از قرعه کشی‌ها شرکت کنن، چون من واقعا نمیتونم بین این همه آدم بامرام یکی انتخاب کنم، واقعا برام سخته و دوستم ندارم فرقی بذارم بین بقیه بچه‌ها. ان شاءالله تو دیسکورد جایی، تو بعضی از جاها یه سری قرعه کشی‌ها میذاریم، برنده و قرعه کشی ان شاءالله میایم با هم بازی میکنیم برای یه ویدیو. و تو خودم خیلی دوست دارم که دوستای بامرام و دوستای بامعرفتم ببینم حتما، نه که بخوام حضور فیزیکی، ولی حداقل دوست دارم حرفاشونو بشنوم، چون بعد 3-4 سال من اصلا با هیچ کی حرف نزدم توی این موضوع و دوست دارم اتفاقا با چند تا از طرفدارای خودم خورده حرف بزنیم، با هم دیگه گپ بزنیم توی ویدیو. خلاصه از این که خیلی دوستتون دارم آقا، خیلی مراقب خودتون باشید توی این روزا، برای هر چیزی که میخواید بجنگید، منتها درستش. و اینکه حرف نهایی واقعا نمیمونه، خیلی دوستتون دارم، عاشق همتونم و تا ویدیوی بعدی خداحافظ همگی.